سلام، روزتون خوش، تنتون سلامت. ممکنه تو خونه خیلیامون یا اقوام و دوستامون حیوان خونگی باشه که سگ و گربه طرفدارای بیشتری دارن. من نیومدم بگم نگهداری حیوان خونگی خوبه یا بده، کار درستیه یا کار غلط. من فقط اومدم بهتون بگم هر کاری که تو زندگیتون حس خوب بهتون میده رو انجام بدین و هر کاری که براتون لذت بخش و دوست دارین تجربهش کنید. من به عنوان دوست شما اومدم تا در مورد بیماری هاری به شما آگاهی بدم تا اگه مورد مواجهه، حمله یا گاز گرفتگی حیوانایی مثل سگ یا گربه شدین چه احتیاطاتی رو باید انجام بدین. پس همونطور که متوجه شدین این اپیزود در مورد آگاهی بخشی بیماری هاری تهیه شده. خوشحال میشم با من همراه باشید. این روزها موارد ابتلا به هاری زیاد شده. هاری بیماری فوق‌العاده خطرناکیه که اگه سریع درمان نشه قطعاً میتونه منجر به فوت فرد بشه. لطفاً اگه سگی و گربه‌ای رو میخواین در خونه نگهداری کنید حتماً به محض قبول سرپرستی اون حیوان رو واکسینه کنید و به محض گاز گرفتگی توسط سگ یا گربه بدون فوت وقت به درمانگاه مراجعه کنید. احتمالاً شما هم با شنیدن کلمه هاری یاد یه حیوان عصبانی وحشی که از دهانش کف و آب میریزه میافتین، ولی اصلاً اینطوری نیست. بیماری هاری میتونه از یک سگ یا گربه پشمالوی دوست داشتنی خونگی هم منتقل بشه. بیماری هاری یک بیماری ویروسی فوق‌العاده خطرناکه که طی 10 روز میتونه فرد رو به طرز وحشتناکی از پا در بیاره. پس اگر حیوانی شما رو پنجول زد، اگر حیوانی شما رو گاز گرفت یا اگر ترشح آلوده اون حیوان روی زخم شما ریخت، اگر اون حیوان به هاری مبتلا باشه میتونه شما رو هم مبتلا کنه. اگر هر کدوم از این اتفاقات براتون افتاد، محل زخم و لابلای آن رو 15 دقیقه با آب و صابون خیلی خوب بشورید و در اسرع وقت به اولین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید. فراموش نکنید که شما فقط 10 روز فرصت دارید که واکسن دریافت کنید. نگید یک حیوان کوچولو بوده هیچ اتفاقی نمیافته. روی زخم ناشی از گاز گرفتگی حیوانی که هاری داشته رو نباید بپوشونید، چون ویروس هاری به نور و جریان هوا حساس هست. پس زخم نباید بخیه زده بشه، نباید پانسمان بشه و حدالامکان روی زخم باید باز باشه. به صورت معمول واکسیناسیون تا 6 روز الی 10 روز بعد از گاز گرفتگی و قبل از بروز علائم بیماری هاری میتونه 100% بیماری رو از بین ببره، اما بعد از بروز علائم درمان دیگه امکان پذیر نیست. هاری یک بیماری ویروسی هست که باعث التهاب مغزی حاد میشه. این ویروس از بزاق حیوانی که مبتلا به هاری هست و از محل زخم و گاز گرفتگی وارد بدن میشه، در ماهیچه ها و به سمت اعصاب انتهایی میره و شروع به تکثیر میکنه. شاید تا الان فکر میکردید که هاری فقط میتونه از سگ منتقل بشه، اما باید بهتون بگم که سخت در اشتباهید، چون هاری از حیواناتی مثل گربه، خرگوش، راسو، خفاش، گاو، بز، اسب، سگ آبی، حتی روباه و میمون هم میتونه منتقل بشه. علائم اولیه شروع هاری با علائمی مثل آنفولانزا شروع میشه. علائمی مثل تب، ضعف عضلانی، مورمور شدن و سوزش در محل گزش بروز پیدا میکنه. در ادامه با حمله ویروس به سیستم عصبی مرکزی 2 نوع بیماری مختلف ایجاد میشه: هاری خشمگین و هاری ساکت. در مرحله هاری خشمگین بیمار بیش فعال و خشمگین میشه. علائمی مثل اضطراب، توهم، بیخوابی، تحریک پذیری، ترشح زیاد بزاق، گیجی و همچنین مشکلات بعد در بیمار ایجاد میشه و همچنین شاخص‌ترین علامت بیماری هاری
که ترس از آب هست در مرحله هاری خشمگین بروز پیدا میکنه. اما هاری ساکت در این مرحله فرد آلوده به آرامی فلج میشه و سرانجام به کما میره. اگر گاز گرفتگی در ناحیه سر و گردن باشه، مغز و نخاع سریعتر درگیر میشن و علائم زودتر پیشروی میکنه. به خاطر داشته باشید که بعد از مواجهه همه افرادی که به هر نحوی مورد گزش حیوان قرار میگیرند و توسط اونها مجروح میشن، بایستی واکسیناسیون ضد هاری براشون شروع بشه که به 2 شکل کامل و ناقص انجام میشه: واکسیناسیون کامل 5 نوبتی و واکسیناسیون ناقص 3 نوبتی. واکسیناسیون کامل 5 نوبتی برای افرادی انجام میشه که حیوان مهاجم از نظر هاری مثبت بوده یا متواری شده باشه، یا در صورتی که حیوان مهاجم سگ یا گربه هست، حد اکثر ظرف 10 روز حیوان از بین بره یا علائم هاری رو نشون بده که در این صورت 5 نوبت واکسن در روزهای 0، 3، 7، 14 و 30 تزریق میشه. اما واکسیناسیون ناقص 3 نوبتی برای افرادی انجام میشه که حیوان مهاجم از نظر هاری منفی بوده یا در صورتی که حیوان سگ یا گربه هست و تا 10 روز بعد از گاز گرفتن سالم بمونه که در این صورت 3 نوبت واکسیناسیون در روزهای 0، 3 و 7 تزریق میشه. یک سری افراد هم هستند که گروه‌های پرخطر شناسایی شدند. این افراد به منظور ایمن‌سازی پیش از مواجهه، چون در معرض خطر ابتلا به هاری هستند، باید واکسینه بشن. این افراد دامپزشک‌ها، تکنیسیان‌ها، کاردان‌های دامپزشکی، کارکنان و بازرسان گوشت در کشتارگاه‌ها، شکارچیان، شکاربانان حفاظت محیط زیست و پرسنل مسئول هاری در مراکز بهداشت، همچنین کارکنان آزمایشگاه‌هایی که با ویروس هاری سر و کار دارند و دانشجویان رده‌های مختلف دامپزشکی هستند. ممنون که با من همراه بودین. روزتون خوش.